شما از نظر ذهنی قوی به دنیا نمیاد. این دی ان ای نیست، شانس هم نیست. این یه روشیه که شما هر روز ذهن خودتون رو تمرین میدید. چون همین الان افکارت یا دارن تو رو میسازن و یا دارن نابودت میکنن. حقیقت اینه. اکثر مردم از نظر ذهنی ضعیف هستن. اونا حتی متوجه اونم نمیشن. از ناراحتی اجتناب میکنن و تحت فشار خرد میشن. اما تو قراره 3 عادت ذهنی رو یاد بگیری که ذهنای معمولی رو به ذهنای شکست‌ناپذیر تبدیل میکنن. بیا بریم. عادت اول. صدای قربانی رو از بین ببر. هر بار که میگوییم چرا این اتفاق برای من میفته، تو از قبل باختی. افرادی از نظر ذهنی مهار شدنی هستند که سناریو رو برعکس میکنن. اونا میپرسن این موضوع چه چیزی را میخواد به ما یاد بده؟ اونا شکایت نمیکنن و موانع رو به فرصت ها تبدیل میکنن. چون وقتی از قربانی به دانشمند تغییر موضع میدی، شروع به حل میکنی. عادت دوم. واکنش رو به تأخیر بیانداز. بیشتر افراد فوراً واکنش نشون میدن. اونا پیامکی دریافت میکنن، سریع پاسخشون رو میدن. اما قدرت ذهنی در فضای بین محرک و پاسخ ساخته میشه. مکث کنید، فکر کنید، سپس با نیت عمل کنید. عادت سوم. به دهه‌ها فکر کنید، نه به روزها. بردای سریع، پست‌های پرطرفدار، پول سریع و اعتبار فوری. اینا چیزایی هستن که مردم همه به دنبالشن. این یعنی فقر ذهنی. انسان‌های شکست ناپذیر طولانی فکر میکنن. اونا تصمیماتی رو میگیرن که خود آیندهشان بابت آنها تشکر میکنن. اونا میدونن که مردم بعد یه هفته تسلیم میشن. ولی اونها تا سالها خود را نشان میدن. حقیقت اینجاست. به ضریب هوشی بالا نیاز ندارید. شما فقط باید روزانه تفکر خود را تمرین کنید. بنابراین دفعه بعد که احساسات شعله‌ور میشود، دفعه بعد که وسوسه میشوید تسلیم شوید، این را به یاد داشته باشید. مکث کنید، از زوم خارج شوید و بازی طولانی انجام بدید. اینجوریه که از نظر ذهنی توقف ناپذیر میشوید.